امروز 5 تا اشتباه رایج والدین رو بهتون میگم که اگه فرزندتون ورزش میکنه حتما باید اینا رو بدونید. سلام، من حسین موسوی هستم، معلم ورزش، مربی چندین رشته ورزشی. قراره در اسپو کوچ مسیر درست انتخاب رشته ورزشی، معرفی باشگاه‌های بهتر و اصول اولیه انتخاب رشته مناسب فرزندتون رو بهتون بگم. خب بریم سراغ اشتباه اول. اولین اشتباه، ورزشی که خودمون دوست داریم به فرزندمون تحمیل کنیم و این بزرگترین اشتباه. ممکنه پدر مادر ورزشی رو خودشون دوست داشته باشن انجام بدن ولی کودکیش علاقه‌ای به انجام اون ورزش نداشته باشه. مثل چی؟ مثل فوتبال. پدر دوست داره فرزندش فوتبالیست بشه ولی پسرش یا فرزندش اصلا دوست نداره که فوتبال بازی کنه. پس این نکته رو در نظر داشته باشید که ورزشی که خودتون دوست دارید و به فرزندتون تحمیل نکنید. اشتباه دوم چیه؟ اینکه فرزندتون مجبور بکنید به دادن مسابقه. اینکه پدر مادرها دوست دارن همون از سالهای اول و حتی ماهای اول فرزندشون قهرمان بشن، مدال کسب کنه، رتبه بیاره و فشار زیادی روی فرزندشون میارن که حتما فرزندشون تبدیل به قهرمان بشه. سالهای اول و حتی ماهای اول فقط علاقه‌مند کردن فرزندتون به مسیر ورزش و یادگیری اصول حرکات پایه ورزشی از همه چیز مهمتره و اینکه کودکتون رو در مسیر ورزش کردن علاقه‌مند نگه دارید. این از همه مهمتره. پس اصراری نکنید که حتما فرزندتون مدال بیاره یا مقام بیاره یا رتبه بیاره. اشتباه سوم چیه؟ اشتباه سوم اینه که فرزندتون رو با دوستش تو کلاس ورزشی مقایسه کنید و هی بهش بگید که چرا اون بهتر انجام داد تو انجام ندادی، چرا اون مدال آورد تو مدال نتونستی بگیری، چرا اون قهرمان شد ولی تو نتونستی قهرمان بشی. اینا فشارهاییه که مضاعف به فرزندتون میارید و فقط فرزندتون رو با خودش مقایسه کنید، نه با کسای دیگه، نه با هم کلاسیاش، نه با هم دوستا و هم ورزشیایی که تو اون باشگاه دارن با هم ورزش میکنن و اینکه باعث میشه فرزندتون دلزده بشه از اون ورزش و حس سرخوردگی بهش دست بده. این نکته رو خیلی مواظب باشید و شاید خطرناکترین نکته و خطرناکترین نکته‌ای که توی ورزش کردن و اینکه فرزندتون دلزده نشه این نکته است. پس اونو جدی بگیرید. به مربی بر اساس نتیجه است. اینکه ما نگاه بکنیم کدوم مربی بیشترین قهرمان رو داره، کدوم مربی بیشترین تعداد شاگرد رو داره و اونو ملاک قرار بدیم برای انتخاب اون برای مربی فرزندمون، کاملا اشتباهه. باید بتونید تشخیص بدید که اون مربی آیا توانایی ارتباط برقرار کردن با کودک شما رو داره و با چه ویژگی‌هایی، با شخصیت، با سن کودک شما و اینکه بتونه با کودکتون ارتباط مؤثر توی کلاس برقرار کنه و کودک رو جذب خودش بکنه از همه چیز مهمتره. پنجمین اشتباه چیه؟ اینکه بی‌توجه بشیم به نظر خود کودکمون و اینکه نظر خودمون رو تحمیل کنیم به کودک. ببینید والدین عزیز، انتخاب رشته ورزشی یک فراینده. یعنی امکان داره کودک شما چندین رشته ورزشی رو امتحان بکنه و در نهایت انتخاب بکنه و اینو بهش اجازه بدید که انتخاب بکنه کدوم ورزش رو بیشتر از همه دوست داره و این علاقه و دوست داشتن اون میتونه کودکتون رو در مسیر و ماندن در اون رشته ورزشی کمک زیادی بکنه و بذارید کودکتون خودش انتخاب بکنه. انتخاب ورزش یک فراینده، نه یک انتخاب یک روزه. اگه میخواید بدونید که فرزندتون چه رشته مناسبه اونه، کانال ما رو سابسکرایب کنید و اسپو کوچ رو دنبال بکنید. اگر از ویدیو خوشت اومد ممنون میشم که لایک کنید و برای دوستانتون هم بفرستید. ممنون از لطف شما.